کرمانشاه مردم کردستان شودان خوش امیدوارم هر کوره که هین خوش و سلامت بین. حقیقتی ضرورتیه که ما مشو دلم توی وقت وری قصه بکم یاسه که رفیقی فرام مراجعه کنیشن که اینا باید یک کردیت خاصی بیم و مناطق کلهوزوان یش داستانی داریم. هایادم مرحوم ابو کریمی وتیاد که او اوایل انقلاب و منطقه مریوان یکی هاتوی یه خبرنگاری بی یکی گردی یه برنای و سر شانی بی وتیاد پی وتیا آقا شما این کلاشینکوف روسی رو از کجا آوردی؟ یش وتیا برنوا کلاشینکوف نیه. وتیا باشه حالا شما کی این کلاشینکوف رو بهتون داده؟ وتیا مگه کوری برنوا. حکایت ایمه کردیلیش علال خصوص کردیل جنوبی تر کردستان و مناطق ایلام و کرمانشاهی هست که ایمه عملا و ناو مبارزات سیاسی و مبارزات ملی کردی حضور دیمن. مثلا ایوه هر جای توین بچین ده 12 نفر تکنین کرمانشاهیه یا ایلامیه ولی او لو طرف یوشی آقا ایش خوریک نیو آقا کرمانشاه ایش خوریک نیو ما باید کردیت مخصوص بیمونه کرمانشانو چوزانم یه حق خاصی قائل بیمون. داستان ایمه سرگشتگیه، داستان ایمه بدسوادیه، داستان ایمه خانش غلطه. متاسفانه قبلا ایمه اتفاقی که رامان کفتوی یبی که ایمه سواد و آگاهی محدود داشتیم، اما در موردی سواد و آگاهی که داشتیم بالاخره اشراف کاملی ولی داشتیم. امروز ای پراکندگی بیش از حد و ای بحران هویتیه که درست بیه بدسوادیش درست کردیه. یعنی و کافیه یه سرچی و نوی گوگل بکین انواع و اقسام معلومات غلط دیده پیدن. حکایت ایمه کرمانشاهش جور اسم امروز تو اصل مگر رفیقی گفتگویی در این مورد بکنیم رفیقانه تا بزنیم حالو حکایت ایمه چجوریه رای ای جوره و پیمان هاتیه. ارزم حضور دان قبلا داستان یبی که ایمه وناو فرهنگ خومان یکی داشتیم وناو حکیم هم سر درون ناسیات هم سر بیرون. مثلا نوشی آی پی حکیمی بشوا درونم جبلاوم کوی بی ستونم نزان چوزان و جبیرونوا من چشم میشو جدرونوا. خلاصه حکیم کسی بی که هم درون آیم ناسیات هم بیرون آیم. متاسفانه این پزشکی جدیده بدون عکس و رادیولوژی و آزمایش و سونوگرافی و امارای یعنی نیتون این تشخیص من تو چده تازه کلیگیش سرکیست کن تای خطیش یسه که کسی نیتون این تشخیص بیه. حکایت یسه که ایمه متاسفانه چون فکر کهیم حالی من بیه تمام و مرحله پرت بیمونه و اصولا یک بدسوادی که عجیب و ناو ایمه رسوخ کردیه و حوزه مفاهیم و زوان ایمه کلل مغلوب بیمونه. یعنی مفاهیم غلط، یعنی داده های غلط، یعنی اخبار غلط باعث بیه که ایمه هم تحلیل غلط داشتیم هم برآورد غلط داشتیم هم تصمیم غلط بگیریم. تیده یادم نقل بی وطیان یکی با کرمانشاه شیعه مذهب بیا سنی یه هفته ولی نچی مرد جنازه منیو زمین فامیلی شیعه وطیان نه یه دی بیسه سنیگان باور نکردیان وطیان نه یه شیعه مرد. خلاصی جنازه و سر زمین باد کردی یکی وی وسط ودی بیچاره بدبخت دسی و علی بریا و عمرش نرسی. حکایت ایمه کردی سد دسمان و علی بریاس و عمرش نرسیه. یعنی چه؟ یعنی ایمه های مناوی یه بحران گوریگ هویتی و یه داستان دارن. ایمه تیم سری داستانه ارای جلو پیمان هاتیه ارای ایمه فکر کیمن که بالاخره یه شرایط بحرانی دریمن و بایستی یه بررسی بکیمن بزنیم چه پیمان هاتیه. حکایت یسه که ما بعضی موقع سیگار کیشم رفیقی درسوزم تلفن هلیم کنیشن
خواهش ولی که این سیگار نکیش کشیدت. اما اگر مو پیام بیشم آمار مرگ و میر جهانی در اثر مرض قند بیشتر و سیگاره، یعنی 3 برابر مرگ و میر ناشی از سیگار و عوارض سیگاره، و ایوه رام من نیه که مثلا شکلات نخوام، خودن را شکلات خوین، را شیرینی خوین، ویره تو دونی تی تحولی و طرف ایجاد بود. یعنی امکان دارید این طرف بچود بود سیگاری، مثلا بعضیشون خونه دیگه درست نیه تو تبلیغ سیگار داری که خوب نیه و یا نه بیلی کلار. اما مسئله سریعه که کلام اعجاز داریدن آقا، کلام باعث بود که آیم تصمیمی که گرید ولی تأثیر بکی مسیر زندگی و یک کلمه عوض بود و یک کلمه. حکایت ایمش و کردستان یسه، داستان ایمه یسه که ایمه ضرورت تشکیل دولت ملت و نو منطقه خومان تا 90 سال پیش 100 سال پیش احساس نکردیم. ارا بخشی عظیم و جمعیت کرد اشایر بی، اشایر کوچنشین بی، یه لاغ کشلاق کردیاد، مال داشت مالدار بی و یعنی چون ماریان و سرشانیان بی و قول انگلیسی یگان موبایل بین، کسی نتونست تصرفیان بکی، کسی نتونست باج و خراج ولیان بسینی، کسی نتونست اعمال سلطه و مل سریان بکی. لذا کرد احساس تشکیل دولت نکردیاد، دولت به معنای استیت جدید. چه اتفاقی کرد؟ بعد از یکی امپراتوری پوسیده در رزیای ممالک محروسه قاجاریه و امپراتوری عثمانی و جنگ جهانی اول مغلوبین على الخصوص عثمانی سری کشور جدید درست کردن، استعمار غربی، استعمار اروپایی. ویره کلاو چه سر کرد؟ قرار بی کردش بوده صاحب دولت، صاحب کیان خوی و سروری خوی. ایما کلاو چه سر من کفتی مشیر چه کفت ایما و انزوای مطلقی که کوهستانی و درکی غلط و دنیا کفتی مجیر چکمه حکومتی تازه بنیان مرکزی که توسط استعمارگران غربی حمایت بیان شروع کردن جعل تاریخ، شروع کردن درست کردن ارتش منظم، درست کردن سیستم اداری منظم و نوین و یه بستان هاتن کردستانیش هاتن سرزمین ایمیش. بالاخره ساختار اقتصادی و زندگی ایمه و بین بردن سنتی ایمه سوق ماندن و طرف زندگی مدرن شهری. ویر داستان سرگشتگی ما آغاز بود. ایوه اصولا تماشا بکن بزنین چه اتفاقی رای ما کفتیه. ایمه و کور داستانگه باختیم نسی و کی باختیم نسی. مثلا ایمه هیوی ذهنیت کردی خوامانه فکر کهیم، مثلا کرماشا یه شهری که شیعه نشینه، یا اصولا این شیعه که ایمه بحثی کهیم و کردستان کاملا فرق کردیا و گرد شیعه مناطق مرکزی ایران. اوانه که کمی عمریان چودبان 50 و 60 سال زانن، اوانه که جوانترین بچن بپرسن و باودارگیان و پیان اوشن اصولا اختلافات مذهبی و کردستان در حد اختلافات چشبی چوپیوشن فقهی بی، یعنی طرف فکر دیاد طرفدار فقه شافعیه یا و فقه جعفری عمل کی، یعنی یه مذهب نمی اصلا. مثلا مردم و خویان پرسیان و نو یکتری پرسیان تو نماز خوانی دست گر یا دست خی. ایما اصولا مرجع تقلید شیعه کرد نیاشتیم. شیعه کرد و مناطق ایما ایشکری نمی ملای شیعه نیاشتیم. ایما استعمار بریتانیا و 180 سال پیش یه عده ملای شیعه بسته‌بندی شده و مراکز ایران فارس رمان کل کرد و عراق و اصفهان کلیان کرده کرماشا. حوزه علمیه گرایان تشکیل دا، یعنی بعدن یه پسوندی که کرماشانیش خس نپشت، مثلا کزازی عراقی کرمانشاهی مثلا. و هاتن
ایش شیعه کرده انشقاقی خسنری اصولا ایما و استان کرماشا جمعیت اکثریت شیعه نیریمن یوا بچینه شهرستان سرپور، قصر شیرین، سنقر، هرسین، روانسر، جوانرو، سلاس، پاوه نصفی که بیشتریانه سنی نشینن بشی گویانه یارستان هاناوی و جمعیت چشمگیریه و استان کرماشا ایما اصولا شیعه ولایی نیریم دوما ایما شیعه و سبک شیعه مرکز و صفوی نیاشتیم شیعه کردی شیعه شست رفته تمیز بی مرجع تقلید بی در حد فقه اسلامی سیر کردیا برای شیعه و یا کرماشا موجود بی و تا به امروزیش ایجور هستم هم حکومت شاهنشاهی و هم حکومت جمهوری اسلامی دولت ایرانی تو اصلا دموگرافی جمعیتی تغییر بیان بافت مذهبی و آینی تغییر بیان تفرقه ایجاد بکن جنگ ایجاد بکن و نتونستنی کاره بکن حداقل حوزه کرماشا اتفاق نکفت و نتونستن کار بون تا جایی اما یه اتفاق کفت یه اتفاق گورا کفت و یه فقط مختص کرماشانیه یه تمام کردستان گرده و کردستان اشغال شده توسط ایران و بگره مثلا کردستانگان تریش گرده و کس او ایران بازی آقا ایران بازی و تاریخ بازی و ساسانی بازی و کورش بازی پدر ساوی مردم در آورد مثلا ایوه تماشا کن امرو گش کسی باز تولید یکی دی ربطی و کرماشا نیری ربطی و ایلام نیری ایوه بچینه مهاباد این مشکل است بچینه سنندج این مشکل است باین مریوانی مشکل است کسیه یا ایران بازیه مثلا ایوه توجه بکن که انه و مناطق شمالی تر کردستان منطقه موکریان منطقه سنندج سنه کرسان ایمه مثلا کردایتی داریم خب این کردایتی و چه مشخص بود این کردایتی باید و خواسته های سیاسی جنبش مبارزاتی کردی مشخص بود خواسته جنبش مبارزاتی کردی و منطقه موکریان چز قبلا دموکراسی را ایران و خودمختاری بی احزاب چپیش که اصلا هویت چپ داشتن اینترنشنال بین بعد باور و حق تعیین سرنوشت ملیش داشتن تمن خوار و دوره حال حاضر یعنی ایرانی که فدراتیو توان هانشون دموکراسی و سکولاریزم و ایرانی که پرورال و کیانه و ناوی بتوینن اداره مناطق فدرال خویان بکن یش ایرانی بازیه یش ایران چیگری جور شاهنشاهی بازی جور ولایت فقیه بازی یعنی گشت یعنی آدرس مرکز دن آدرس سروری قومی گنا و قوم فارس و دولتی گنا و دولت ایرانی دن اصولا ایمه گشتوان زانی من آیم ذاتن باید بچودشون سعادت بچودشون منافعی که وپی آرامش دیدن اگر تو امرو مثلا توی بود ایرانی بحث دیسه که کشور گوراتری درید و محبت امنیت و قضا و آزادی بهرمند بود در صورتی که تاریخ 100 ساله گذشته و دولت ملت مدرن ایرانی و دولت ایرانی و تو ثابت کی تو روش ورسیتر بی بدبختر بی منابع قارت بود و منابع انسانی رو نوچود مثلا کردی که ایمد در بهترین حالت رای بتونی دو لقمه نان بخوی بینونه باید بچوده مرکز و مرکز کفید پادوی متخصص ترین کرد ایما و مرکز کفید پادوی کفید التماس کردن که اول دفعه وسط ایرانی بازی رد بود بعد وسط فارسگان بعد وسط ترکگان
بعد وو تای اگه چشتی من مثلا بخنین وای کرده ایمه خو کی داری ذهنیت رایمه مخدوش کی کی داری هاریم خراو کی پروژه جورا و جور مختلف خنن و گیانه ایمه که انهو مثلا ویره یه تفاوتی که موجوده من فکرم یه نوعی حرکت سیستماتیکه ارای تفرقه ونا و صفوف مبارزات کرد من چشتک بیشم و میزانه که کرماشان و ایلام مسمومه ما بقیه کردستان مسمومه سلطگری دولت ایرانی جا خستن دیسکورس ایرانیه تاریخ بازی شاهنامه بازی ایران گوری باستانی امرو کردستان عراقش گردیه سو امرو و حولی رو پایتخت حکومت حلیم کردستان مثلا چشته آتشکده زرتشتی واز کردن یا بچین سیری بکنین باز تولید ایرانی بازی زرتشتی بازی و متقاعب یه سلطه فارسه سلطه اقلیت فارسه وقتی تو ایشی سلطه داستان دارید این سلطه کنار نیتید سهم و تو نیایی این سلطه سروره و تو برده لذا و تای سفرگه چشتی من خمنوات نمن سفره نیتو ولی بخوی تو نباید موجودیت داشت تو یا نوکر منی هایده اختیارمه یا وقت اختیاری نیری یه حکایتی که تمام کردستان مسموم کردیه وطنیا کرماشانیه پس ایما بایم یه سری چی درست کهیم یک او کسی را که فکر کن مناطق جور ایلام و لرستان و کرماشا و ناو و مبارزات آزادی خواهی و کردی نونه ایما ایشی من تا این دقیقه مبارزه هویت خواهی و دولت خواهی و کردستان موجود نمیه و نیه آنچه که داری سر برزو کهیدو تیده دیشت امروز اتفاقا وی مناطق داری تیده دیشت امروز دولت خوازی و کرماشان و ایلام تیده دیشت یعنی مبارزه بنیادین و جوهری کردی ارای رسیم و سروری خومان داشتن سهم بیشتر و زندگی داشتن کرامت انسانی وی مناطق داری شروع بود لذا ای امره که کردایتی یعنی مبارزات ملی کردی ایمه محدودی بکه ایمه زوان کردی بازی لباس کردی بازی یه آدرسی که منتهی بود و ایرانی بازی و توجه بکنین تو کافیه فقط زوان کردی مثلا سورانی بزنید منطقه موکریان بزنید بخوانی بنوسی بعد بای مثلا باز تولید ایرانیت بکه هیچ ایرادی نیری اعلام بکه من که مثلا ایمه جز مناطق کردنشین ایرانی من کردنشین تو وقتی ایشی کردنشین یعنی ای کشور ایرانه ای بشه و ایران ساکنینی کولینیشن و صاحبینیان و جاری هاتنه مستأجرن یعنی کردن پس تو لیره سرزمینی گناه و کردستان نیری موتنی گناه و کردستان نیری یعنی کیه رامان درست کن یعنی کسانی که رامان درست کن که خوان کنه مسند کردایتی اما حکایت ایران بازی حکایت سروریه سروری یعنی سهم بیشتر داشتن و قدرت و ثروت کی سروره و ناوی چوارچوب جغرافیایی که تعریفی کردن و ناو ایران دولت ایرانی رکن دریدن آقا ها سر دینیاری و شهریاری و وجهه اصلی زوان فارسیه لذا تو زمانی و ناو ای سیستم قابل پذیرشی که و ناو ای سیستم حل بود
تا تبدیل و کرد خاص بید. کرد خاص کیه؟ کرد خاص کسی که روژی 100 دفعه هاوار که من ایرانیم. سند تاریخی داری قسم خوی 200 گلتون علی دی 2000 گله حضرت عباس خوی که من ایرانیم. مکر کورشم یا تاقوى سانه ایمه ساسانی من ما دیمنو نوی کورشیم نو بچین این شعر شاعری لکردمان سیر بکین. یه مش ترهات تاریخ بازی و روسم بازی و یا توی چه تولید بکی یا بردگی ایمه تولید کی. بس ایمه چرس بس ایمه یسک ایمه و حوزه زوانی خومن و دست خومن کاری کن که تسلیم بیمن و حرکت اولیه تسلیم بیمن. چه اتفاقی کفتیه؟ هاتنه یه مملکتی درست کردنه بر اساس جعل مطلق تاریخی بی هیچ سندیک بی هیچ مستدلاتیک یه مش ترهات آوردنه تاویل ایمه دانه کردنه سی تاریخ رایمه بین اساس صاحبی مراکز غربیش در رایانه تاییدی کردیه. هر کسی و کردستان بکفه تاریخ بازی بکفه 2500 ساله بازی شاهنشاه بازی تخت و تاج بازی عاقبتی و یخروتنه. ای مملکت جعلیه و ناو ایران و ناو ترکیه و ناو عراق و ناو اردن یعنی که پرن و تناقض ای فیک استیتیله یعنی محکوم و نابودی فقط یک شرط بقادرن اویش داشتن سیستم سنترال مرکزی مستبده یا شاهنشاهی یا ولایت فقیهی. تو امکان نیریدن دیسنترالی بکی ای سیستمه و کسی بتوای و جغرافیا بمینید کسی بتوای تحت سلطه یا بمینید یا ایوه و بحثگان مختلف یانه گوش دین صادق زیبا کلام چون گوش بین داد دی ایشی جمهوری اسلامی باید حفظ بود. ایمه یک کاری بکنیم جمهوری اسلامی خواسته ایمه قبول بکنیم ایمه مجبوری که این قبولی بکنیم خواسته چه هست؟ خواسته انحرافی روسری بیملو کافا کاباره توایم بچیم رای بیم دوگلا کرسی و پارلمان توایم یه نخست وزیر کرد توایم یه نخست وزیر بلوچ توایم چوزانم وزیر بلوچ توایم یا بوده آدرس غلط دایم سلطه ها دست کی قدرت ها دست کی ثروت کنترل ثروت ها دست کی حادث مرکز نشینان و دولت ایرانی. داستانی است که دواره توان کلوبنن سرمان بعد چه؟ بعد 90 سال تجربه دولت مدرن ایرانی که ایمه برباد دا ایمه برفنا دا نابودمان کرد تاریخمان فرهنگمان زوانمان انسانیتمان ثروتمان آنچه که ایمه امرون نیریمن رفاه امید و زندگیه امید و آینده است چوارچوب خانواده است لذت دارکبون و باغبونه داشتن جامعه اخلاقی من نیریمن کی ایجورا فیمان کردیه مرکز نشینه ل صاحب قدرتی که توان هر از گاهی یه دستیگیش بکشینه سر ایمه و قولی خومان خرمان بکن کبیم نچه کبیم هیزم دستالاتی یعنی کی کمک یعنی که ایما باید بایم نسری حوزه زوانیه بزنیم ای زوانه که دستکاری کن ای زوانه که باستوری ده بعضی و مفاهیم و ذهنی ایما که چو ایما و قدرت خستیه سکن تحلیل غلطی هست تمام مشکلات ایما و چون حکومت جمهوری اسلامی و رژیم جمهوری اسلامی و بین شد نه و بین نشد همان طوری که مشکلات عراق و نابودی صدام حسین و بین نچی همان طوری که دموکراسی ترکیه با اصنوی مشکلات و بین بشد این کشوره پوسیده ایه که
جعلی دروست کردیان زانن در صورت آگاهی و تقسیم قدرت و یک پاشیت. لذا کاری که توان بکن اقیم کردن ایمه و واکنش نشان داینه. متوام کدوشم متوام یدوشم و مرکز ایران هیچ اتفاقی نیکفی. جمهوری اسلامی امکان داری موضع عوض بکی، اما ماهیت دولت ایرانی عوض نیوت. تغییر و تحولات هاری، اما این تغییر و تحولات کسی نیکیدی، خود دولت دستی آناوی سهمی گیش و ایمن نیرسد. ایمه مشکل مانی است اشراف کاملی و سر پتانسیل نواحی مختلف خومن نیدیمن. ارا واجب بیمه ای بحث امروز و زوان کلوری بکن. ارا یک معلوماتی که ایمه کرد و یک تری دیدیم غلطه، خیلی غلطه. مناله بان، مناله مناطق موکریان تا دورو بری سقز فکر کن کرد اسیر خویانن مبارزات کردی ها انحصار اوان و اوان مبارزات کردی کردنه. توان ای حس و تو بیان و ایلام و کرماشان و تا دوروبر همدان و تو بیان که تو سهمی و نیاشتیدن. در صورتی که و ابتدای تاریخ مبارزات کردی و بچین تماشا بکنیم سهم کردیل ای مناطق کمتر و مناطق نیه. مشکل اصلی یسه دیسکورسی که اوانه گردیونه دست و هیچ جایی نرسی. رهبریتی گیش که اوانه گردیونه دست و هیچ جایی نرسی. و لذا روش داستانه فاسدتر کردن و خراوتری کردن. من امرو تماشا کم مثلا ادیگ ایشن ای گشته و کرد کشتن یه عربی مسلمان و سر کردی ناتجو و ایمه چه ربطی داری که فلسطینی مردیه بیل بمری. طرح ای سؤاله و نو یکی شده یک قالبان کردی لمبارز و کردایتی کریوشنه. مشکلی که یدری زانی چه هست ای اسلام ستیزی ایوه رفیقی او کید آسیا و ایرانی بازی. ای اسلام ستیزی ایوه عزیزیل او کید آسیا و زرتشت و زرتشتی بازی و کورش کبیر بازی باز تولید ایرانیت که بتوان ده و کوره و کردستان مستعمره عراق و کردستان مستعمره سوریه و کردستان مستعمره ترکیه ایوه وقتی کفینه اسلام کتاین که من مشکل دینی نیریم کاری کش و دین نیریم ولی آدرس کوره دیم آدرس زرتشتی بازی دیم. ایوه کسی که دانیت نقد دین بکی اتئیست بود ایوه تین اسلام کتین اما یهودی بازی آزاد کن شیعه بازی اسلام سنی شا نه شیعه و تمیوه مکه و مدینه کتین اما کربلا و نجف نیا کتین رادا مهم دیو یا کی دری کاره که یا ایرانی دری کاره که یا دولت ایرانی دری کاره که. لذا ایمه باید حواسمان بود و نو خطاب سیاسی من چو قصه کیم چه کلماتی و کار بیم چجو و کاریان بیم مسائلی که مطرح کیم چجوریه. ایمه این مشکل و موزل گوره دریم نا کیف را ادعایتی و زبان کردی وقتی که فیده فارسی قصه کردن بودن نوکر و برده آقای مرکز نشین فارس و کردستان بوده مناطق کردنشین یه سری حقوق توی
و نتوانی بشی استعمار نوع انگلیسیه درین نابود من کن و استعماری که و مناطق زاگرس نشین هی و یاسوجو تا ماکوکین استعماری که در راستای نابودی ملت اخته کردن و اقیم کردن یعنی کسی نیوشی گیدان است چه گیدان است یه حوزه تفکیکیه که ایما باید بچیم و زوری کرماشان و ایلاوه بکه ایما کرد کی بکه ایده کرد چجو بکه ایده کرد تو داری و زور که ایده ایرانی او مقاومت که نیتوی بوده ایرانی ایما ورج سلطنت طلب بازیه ایرانی باز کردستان مشکل اصلی من ها دست ادهی که وناو کرد و زوان کردی درن باز تولید ایرانی بین کن ایما و جلسات آینده و زوان کل هری تیم نسر پروژه مختلف الان خصوص نوع تفریز کردن پروژه ایران شیک و ایران بزرگ فرهنگی نوع کار کردی و استان کرماشان ایلام تا همدان و تا لرستان گله و مسائل روزمره مردم بررسی کیمن ساختار زندگی شهری علال خصوص وکلان شهر کرماشان بررسی کیمن تا بزانیم یعنی درن و کور حمله و پیمان کن درن و کور نابود من کن و اراتوان نابود من بکن اراتوان توان مقابله و مبارزه ولی من بسینن و روزی آینده ایمه تیم نسری مسائله و در مورد این مسائله قصه کیمن ولی خصوص حوزه زبانی و کاربرد مفاهیم سیاسی بحث سیاسی و مبارزاتی تیم سر ضرورت مبارزات کردی ضرورت مبارزات ملی کردی و درست کردن دولت کردی یعنی داستان داره و ایما گله و کنار لهجه لترک کردی تیم سری مسائله ایما تیم سری ایرانی بازیه ایما تیم سر ای فرهنگ برتر آریایی فارسی هنر نزد ایرانیان است و بس تیم سر تاریخیان تیم سر پروژه ایران شیکیان تیم سریان تیم مقایسه هن که من بالاخره ایما یه پارامتری باید داشتی من باید بزنیم و کوره چه و سرمان هاتیه ایما باید بایم نقش بنگایل ماری و نو دانشگاه مدارس کتب درسی معلمین برجسته بکن تحقیق بکن بزن مرای جلو پیماناتیه ایما باید نقش مختلفه نهادها ساختارها و نیمه ساختارهای مختلف و کردستان و کرماشان و ایلام تمام جغرافیای کردستان بررسی بکنیم تا بزنیم درین چه کنه رامان ما فکرم وزیر ثقافت فریق و رفیقی من نزانستیان ایما اصلا شیعه دوانزه امامی مقلد نیاشتی من و کردستان آقا مردم و درک دریافت مردم و کردستان و مذاهب در حد فقه بی فقه جعفری فقه شافعی بی نه مذهبی ایما ملای شیعه نیاشتی من آقا و کی داری یانا تثبیت که رایمه کی داری مثلا شیعه منتصب و آیت الله مکارم شیرازی و قمی و یانا رایمه برجسته که کی کاره که کی توی بیشی مردم شیعه ایما وصل و شیعه قم کی توی یانا سرسپرده بکه و حکومت مرکزی ایران حکومت ایرانی دولت ایرانی گفتمان و دیسکورس ایرانیت دری کاره کیدن ارای سرزمین پرپیت و برکت ایما و دستمان دربارن خمان و یم مفلوک تر بکن و یه پروژه طولانی بی تا به امروز ادامه دن
تیم سر حال و وضعیت خومان و مسائل خومان یه استارتیک بی گپ و گفتگوی بی دوستانه رفیقانه صمیمانه تا بعد ایمه سر تیتر مسائل مشخص بکنیم حداقل بتونیم یک درک و دریافتی که درست در مورد کردستان کرد و مسائل کردستان را بییم خدمت رفیقین که من فکر کم خاورمیانه که آبستن حوادثه اگر ایمه حواسمان نود ای دفعه شکلاو چوده سرمان ای دفعه شکنمان نوکر کنمان برده کنمان آقا بخشی نوکران آقای ایرانی و یه پروژه جهانیه و ایمه ای دفعه بعد حواسمان بود چو بازی که من ای دفعه حواسمان بود چو مبارزه که من و ای دفعه حواسمان بود چو گفتمان مبارزاتی خومان و ناو جامعه خومان جاخی من و ایمه توینی میکاره بکنیم ایمه توینی من حال روز خومان و زوان دارگی خومان بیشی من ایمه توینی مدرسه ده غلطی که و پیمان دن پاکی بکنیم نو آدرس اصلی معرفی بکنیم پس ایران چی بازیه اگر و مناطق ایلام و لرستان و تا نزدیک همدان و کرماشان هست و ما بقیه کردستانیش هست امرو حال محابات فرا خاص نیا امرو حال بوکان و مریوان و سنندجیش فرا خاص نیا کم نینه ببینه سه ایرانی باز جذب مرکز بینه یه داستان در یه پروژه ایران شیک تحقیر تاریخی هاشونی یه خشونت گفتمانی هاشونی کرد چوپون دهاتی خرقیرت هاشونی داستان داری ایمه تیم نسر یانه ایمه تیم نسر تفریز کردن ایرانی کردن خطرناکترین پروژه‌ای که ارائه کرد تا به امروز اجرا بیه توسط دول غربی یهودیل رفیقیان آمریکا اسرائیل انگلستان ایرانی بازی هسته و گشتیان خطرناک تره ارائه پاک کردن هویت انسانی ایمه و نابودی من ایمه تیمه سریه و برنامه را آینده حتما لسر ایران شیک قصه که من چون ایمه 4-5 دیبیت مختلف و سر ایران شیک که علال خصوص مناطق کرماشا داریم و ساختار اجتماعی و شهری خوبان شاد بود